شبکه خبری افغانستان اینترنشنال با تکیه به دو منبع به تاکید این رسانه معتبر در تهران و مشهد خبر داد که رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود و ولی سابق هرات اسماعیل خان در ایران با وزیر خارجه حکومت طالبان امیر خان متقی ملاقات میکنند. امیر خان متقی روز 8 ینور با یک هیئت طالبان به تهران سفر کرد. وزارت خارجه طالبان گفت این سفر با دعوت وزارت خارجه ایران صورت گرفته قرار است در جریان آن مسائل سیاسی و اقتصادی بررسی شود، ولی منابع دیگر گفتند که سفر متقی با دعوت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صورت میگیرد. ولی سابق هرات اسماعیل خان در پی تصرف هرات از سوی طالبان برای مدت کوتاه دستگیر شد و بعد رهاییش به ایران پناه برد و حالا در مشهد به سر میبرد. در زمان حکومت اول طالبان در نیمه دوم سالهای 90 نیز اسماعیل خان چند سال در مشهد ایران پناه برده بود. منابع افغانستان اینترنشنال خبر دادند که احمد مسعود نیز در حال حاضر برای عیادت اهل خانواده‌اش در مشهد قرار دارد. به گفته این منابع در ملاقات با وزیر خارجه طالبان قرار است یک سلسله افراد دیگر از جمله ولی سابق بادغیس حسام الدین شمس که نیز در ایران قرار داشته است اشتراک کند. افغانستان اینترنشنال می نویسد که امیر خان متقی قبلا به اسماعیل خان و احمد مسعود پیشنهاد صلح و مذاکره داده است. اگر این خبر راست باشد پس این نخستین مذاکرات رژیم نو طالبان با جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود خواهد شد. قبلا ماه سپتامبر در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و سروزیر پاکستان عمران خان در دوشنبه توافق شده بود که مذاکرات طالبان با جبهه مقاومت در دوشنبه دایر کرده شود. عمران خان بعد بازگشت به اسلام آباد خبر داد که روی این مسئله به طالبان فشار آورده ایستاده است، اما رهبران طالبان به دلیل پشتیبانی آشکارای حکومت تاجیکستان از احمد مسعود این پیشنهاد را نپذیرفتند. جنگیان طالبان ماه آگوست سال 2021 در پیشروی خروج نیروهای ائتلاف در بین همگی 10 روز اکثر قلمرو افغانستان با شمول پایتختش شهر کابل را اشغال کردند، اما تاجیکان افغانستان برابری احمد مسعود سلطه طالبان را نپذیرفتند و جبهه مقاومت ملی را تأسیس دادند که در دره پنجشیر و اطراف آن به ضد رژیم نو طالبان می جنگد.